به نام ایزد. در این سفر صوتی به دنیای ناشناخته ها قدم می‌گذاریم، جایی که هر کلمه راوی یک داستان است. زویاکست تقدیم می‌کند. در روزگار حمله اعراب به ایران، هرمزان سردار دلاور و حاکم خوزستان بود. اون کسی بود که هیچ وقت تسلیم نشد و تا آخرین نفس جنگید، اما در نهایت دستگیر شد. وقتی هرمزان رو نزد خلیفه آوردن، آب خواست. ظرف آب رو گرفت اما ننوشید. خلیفه از هرمزان پرسید: چرا نمی نوشی؟ هرمزان گفت: میترسم در همون لحظه مرا بکشی. خلیفه سوگند خورد و گفت: تا این آب را نخوری تو را نخواهم کشت. و همین کافی بود. هرمزان آب را روی زمین ریخت. این گونه بود که جانش را خرید. خلیفه بعد از دیدن این صحنه گفت: بخت از ایرانیان برگشته است، وگرنه با عقل ما هرگز بر این ملت چیره نبودیم. به خاطر همین ماجراست که رسم ریختن آب پشت سر مسافر در فرهنگ ما وجود داره. این یعنی آرزوی زندگی دوباره و سلامتی برای هر کسی که به سفر رفته. هر خاکی یک قصه ای داره. زویاکست.